کارشناسان مسائل سیاسی در تاجیکستان از استفاده نوی از واکسن آزمایشی فلج اطفال و کودکان تاجیکستانی خبر دادند که استفاده از آن در آن بسیار کشورها ممنوع بوده است. با گزارش کارنمایی سنتر ایژا انورالدینایف مدعی شده است به دلیل سرنگاری کارمندان وزارت بهداشت و درمان تاجیکستان و تبلیغ دروغین شبکه‌های جاسوسی برخی کشورهای غربی با بهانه وجود بیماری فلج اطفال در سال 2010 واکسن آزمایشی از طریق سازمان یونیسف به کودکان تاجیک تزریق شده که استفاده آن در بیشتر کشورهای جهان ممنوع است. این کارشناس تاجیک با بیان اینکه تاجیکستان در این حادثه قربانی بازی‌های قدرت‌های رقیب در آسیای مرکزی شده است، گفت این آزمایش در حال انجام گرفت که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی جمهوری تاجیکستان در فهرست کشورهای قرار گرفته است. فلج اطفال را ریشه‌کن کرده است. آدینایف تاکید کرده است که پزشکان روس و همتایان تاجیکی خود بارها درباره استفاده از این واکسن خطرناک برای کودکان هشدار داده بودند، اما به این هشدارات توجه نشد و استفاده از این واکسن آمار مرگ و میر در میان کودکان تاجیک افزایش داد. و افزوده است پس از این رویداد صابر قربانوف و اکبر زاهدوف دو کارمندان بومی یونیسف از تاجیکستان گریزه شدند، به آمریکا پناهنده شده و کسی پاسخگوی این اقدام وحشیانه علیه کودکان تاجیک نیست. هیچ جای تعجب نیست که چنین کرده باشند. چرا این کار که تاجیکستان همچون یک گویا منطقه آزمایشی بوده هست، این برای متخصصان ساحه معلوم است. از سالهای 90 از زمان اون درگیری ها من نه یک بار و دو بار شنیدم که چنین کارهای میشدند. نه تنها واکسینی که حاضر اینا تجربه کردن، همچنین دیگر داروباری هایی که برای تبابت کسلا بودند، اونا را در غرب مثلا در دولت های مترقی و در دیگر دولت های پیشرفته اونا را همچون در حیوانات آزمایش میکنند. اما اگر که شرایط مهیا شود یک کشوری که خیلی قفا مانده است و مردمش محتاج یک بریده نان هستند، چرا اونجا این تجربه رو نکنه؟ البته که کنترل دولتی نیست و همه جا که اون چی میگن کروپسیه، همه جا که فساد زدگی است، همه ساختارها از معلمان صنف ابتدایی تا وزیران